یا الله کی آن زمان فرا میرسد که ما را هم بپذیری که فدای دین تو شویم. یا الله کی آن زمان فرا میرسد که ما هم دشمنان تو را از زمین نیست و نابود بگردانیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی را که دو تا قدمش دو تا پایش گرد آلود شود، غبار آلود شود در جهاد فی سبیل الله فهما حرام علی النار، این دو تا پای به آتش جهنم نمی سوزد. چه جایگاهی دارد یک مجاهد در راه خدا؟ کسی که جهاد در راه الله می کند، رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که جهاد نکند و یا مجاهد را کمک مالی نکند و یا مجاهدی که در جهاد رفته از خانواده اون نگهداری نکند، الله اون را به عذاب عظیم گرفتار میکنه، به بلای شدید گرفتار میکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا. الله اکبر، چه جایگاه و مقام است. بلا تحسبن الذين قتلوا، گمان نکنین اونهایی که شهید شدن در راه الله، کشته شدن در راه الله، اونها رو مرده گمان نکنید. اونها نمردن، بل احیاء، اونها زنده هستند. عند ربهم یرزقون، به پیشگاه پروردگارشان رزق دریافت میکنن. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، هرگز اونهایی که کشته میشوند در راه الله اونها رو مرده نگویید. بل احیاء ولکن لا تشعرون، اونها زنده هستند، شما شعور ندارین، شما نمیفهمید. امروز چرا ما مثل کاسه غذا شدیم؟ چون امروز از هر طرف دشمن به سر ما میزند، در حالی که رسول معظم اسلام فرمود نصرت بالرعب مسیرة شهر. وقتی من از مدینه حرکت میکردم، 1 ماه فاصله من و دشمن بود، 1 ماه راه دور بودیم، ترس ما، رعب ما، خوف ما به دل دشمنان اسلام میافتاد. ولی امروز چرا 9 میلیون صهیونیست یهودی اسرائیلی از 2 میلیارد مسلمان نمیترسد؟ از 2 میلیارد مسلمان نمیترسد. برای چی؟ این حدیث را خوب گوش کنین. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود یوشک الامم ان تداعى علیکم، قریب است که امتها همه دست کنار هم جمع بشود، مثل که در غزوه احزاب مشرکین و یهود همه کنار هم جمع شده بودند برای اینکه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را از مدینه اخراج بکند و مسلمین را شهید بگردانند. الله از اونها دفاع کرد، چون دلهای خوبی داشتند، چون مطیع و فرمانبردار فرامین الله بودند. امروز هم کشورهای کفری همه دست را بالای دست هم گذاشتن، همه به کمک اسرائیل غاصب و اسرائیل سفاک و خونخور برای حمایت اون استاده شدن و به اون گفتن ما حامی تو هستیم، اسپانسرت میکنیم. اما فلسطینی که 61 سال یا بیشتر میشود در آتش اسرائیل میسوزد، کم هستند کشورهای اسلامی که سر بلند بکنن. تا زمانی که از خود اونها مجال دیدن نشد، کس صدای خود بلند نکرد. هنوز هم بسیار کشورها میترسند، ترس در دلشان است. پیامبر میگه ما وقتی حرکت میکردیم الله در قلب کفار ترس ما را میانداخت. امروز کفار حرکت نکرده، ترس اونها در دل ما هست که ما به ایران نشیم، بمباران نشیم. ما را چه غرض به فلسطین، ما را چه غرض به ایران، ما را چه غرض به پاکستان. پاکستان میگه ما را چه غرض به افغانستان، در حالی که همه ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در حالی که همه ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم.
رسول صلی الله علیه و سلم فرمود امت ها همه جمع می شوند به سر امت من مثل کاسه غذا می شود. صحابه گفتن یا رسول الله و من قلت، ما اندک هستیم در اون روزی که امت ها به سر ما جمع می شوند، ما را مثل کاسه غذا می کنند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا بل انتم کثیر، شما خیلی زیاد هستید، به 2 میلیارد رسیدین، مسجدها پر است. وقتی در سیاحت میبرند در صحرا دشتها را پر میکنند. پس یا رسول الله ما را چی شده که دشمن ما را مغلوب قرار میدهد؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود حب الدنیا، با شما وهن پیدا میشه. گفتن یا رسول الله وهن چی است؟ فرمود حب الدنیا و کراهیت الموت، محبت دنیا در قلبهای شما زنده میشه، بعد شما دیگه از مرگ میترسید، از مرگ میترسید و از مرگ حذر میکنید. اون وقت است که دشمنان اسلام بر سر شما هجوم میآورد. ولی این را بدانید عزیزان من، این را بدانید، اونهایی که جهاد در راه الله میکنند اگر هیچ کس نصرتشان نکند، هیچ کس کمکشان نکند، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تزال طائفه من امتی منصورین، یک جمع، یک گروه از امت من همیشه غالب هستند به دشمنان الله، غالب هستند به دشمنان دین. لا یضرهم من خذلهم، اگر اونها را کس نصرت نکند به اونها هیچ ضرر نمیرسه، چون خدای آسمان ها اونها را نصرت میکند. بگو یک بار الله اکبر. الله آسمان ها اونها را نصرت میکند. پس جوانان عزیز، پدران بزرگوار، مادران گرامی، این محبت خنثی را در دل خود داشته باشید. من از مادران پرسان کردم در جمع که صحبت میکردم، گفتم دوست دارین بچه ایتون در راه خدا شهید شود؟ کس صدای خود را نکشید. بار دوم پرسان کردم دوست دارین فرزندتان در راه الله شهید بشود؟ کس آواز خود را بلند نکرد. من داستان خنثی را گفتم برایشان که در یکی از غزوات که با مسیلمة الکذاب مجاهدین اسلام نبرد میکردن و جهاد میکردن، خنثی دعا میکند که خدایا من 4 پسر دارم، هر 4ش فدای دین تو میگردانم. در روز غزوه، روز نبرد، فرزندان خود را فرا میخواند، اسمهایشان را میگیرد، فلانی 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 فلانی. میدانید مادر شما به شما چی توصیه و نصیحت دارد، چی وصیتی دارد؟ میگویند چی مادر جان؟ ما در خدمتیم. میگه فرزندانم، ملاقات ما و شما در روز قیامت است. فرزندانم، ملاقات ما و شما در روز قیامت است. امروز که رفتین زنده بر نگردین، که من آمدم تا 4 تا فرزند خود را فدای دین الله بکنم. اگر یک مرد امروز دل خنثی را در این دنیا می داشت چه اتفاق می افتاد؟ فرزندانش می رود در میدان، فرزند اولش مبارزه می کند و می کند شهید می شود، دومش می آید مبارزه می کند شهید می شود، سومش می آید مبارزه می کند شهید می شود، 4مش می آید مبارزه می کند شهید می شود. خنثی خبر ندارد تا اینکه اجساد مجاهدین را از میدان جنگ بیرون میکنند. خنثی مادر میبیند که فرزند اولش را به تابوت گذاشتن، از کنارش تیرش میکنن، میگه الحمدلله. فرزند دومش میآوره میگه الحمدلله، فرزند سومش میاره میگه الحمدلله، فرزند 4م را میآورن میگه الحمدلله. رو به طرف آسمان میکنه میگه خدایا ای رب من، تو شاهد باشی که من 4 فرزند خود را فدای دین تو کردم، شهادت فرزندان مرا قبول بگردان. کجاست امروز این دل؟ بسیاری جوانان از ایران دمی 2-3 روز به من تماس میکشن، پیام میگه ما میریم به فلسطین، پدر و مادر ما را نمیگذارد.
ما میریم به فلسطین، پدر و مادر نمیگذارد. ای پدر بزرگوار، ای مادر بزرگوار، چی میخواهی از این افتخار بالا که فرزند تو شهید در راه الله بشود؟ ای کاش الله این لطف را در حق احمد فیروز بکند. ای کاش الله این لطف را در حق من احمد فیروز بکند که من شهید در راه الله بشوم. برادران من رفتم، حیات الدین صاحب رفت، ایاز نیازی رفت، مسلمیان رفت، مفتی نامان رفت، من هنوز زنده هستم. که امروز فرا خواهد رسید که من هم شهید در راه الله بشوم. از شهادت فرار باید غبطه بکنیم که چرا فلانی از من پیشتر رفت، چرا من نبودم. وقتی من اون عزت را که در جنازه صاحبی رحمت الله علیه دیدم، همون روز در روزه من این آرزو را کردم ای کاش امروز من می بودم اینجا. چی افتخار بالاتر از این که ما شهید در راه الله بشویم. آرزو بکنین جوانان، کمر ببندین و دعا بکنین که الله این مرزها را باز بکند، که تا نشان بدهیم به جهانیان که امروز جوانان امت نبی این دین را از جان خود بیشتر دوست دارند، تا به جهانیان نشان بدهیم که هنوز جوانان اون امت محبت پیامبرشون در قلبشون موج میزند. هنوز فرزندان اصحاب پیامبر زنده هستند.